نقشه بی صدا. مردی 46 ساله، تعمیرکار ساعت‌های قدیمی در یک مغازه کوچک توی کوچه پس کوچه های شهر. آدمی ساکت، دقیق و تنها. یه شب، مردی مرموز با چهره‌ای خسته و کت چرمی وارد مغازه میشه. ساعتی جیبی روی میز میذاره و فقط یه جمله میگه: این ساعت فقط یه بار باز بشه. اگه 2 بار بازش کنی دیگه بسته نمیشه. مرد ساعت رو باز میکنه. داخلش یه کاغذ کوچیکه مثل نقشه، ولی با خطوطی که هیچ کس نمیتونه بخونه جز خودش. هر شب وقتی ساعت 2:46 میشه نقشه تغییر میکنه. مسیرهایی نشون میده که انگار مربوط به جاهایی توی شهره که مرد هیچ وقت نرفته. کنجکاویش بیشتر میشه. شبها دنبال مسیرها میره. یه بار به یه خونه متروکه میرسه. یه بار به یه کتاب فروشی که فقط شبها بازه. یه بار به یه درخت خشک وسط بیابون که زیرش یه جعبه فلزی خاک شده. یه شب نقشه ناپدید میشه. مرد گیج و عصبی میشه. سعی میکنه ساعت رو دوباره باز کنه، ولی این بار داخلش فقط یه آینه است. خودش رو میبینه، ولی یه نسخه پیرتر، خسته‌تر و ترسیده‌تر از خودش. از اون شب به بعد هر جا میره حس میکنه کسی داره تعقیبش میکنه. صداهایی میشنوه که میگن نقشه رو دزدیدی، وقت تمومه. مرد تصمیم میگیره بره سراغ همون جعبه فلزی که زیر درخت پیدا کرده بود. جعبه رو باز میکنه، داخلش یه ساعت دیگه است، دقیقاً مثل همون ساعت اول. یه یادداشت کنارش هست: تو اولین کسی نیستی که نقشه رو دید، ولی شاید آخرین باشی که بتونه تمومش کنه. مرد ساعت دوم رو باز میکنه. این بار نقشه‌ای نیست، فقط یه جمله روی کاغذ. نقشه خود تو بودی. هر قدمی که رفتی بخشی از گذشتت رو پاک کردی. حالا که همه چی رو دیدی انتخاب کن، بمون یا برگرد. مرد لبخند تلخی میزنه، ساعت رو میبنده، نور مغازه خاموش میشه. فردا صبح مغازه بسته است، روی در نوشته: تعمیرگاه تعطیل شد، نقشه کامل شد. لطفاً به کانالم سر بزنید تا هر شب داستانی جدید و جذاب براتون بگم، با لحنی آرام و وقت